در شهر قزان فدراسیای روسیه چمپیونات جهان اوید با گشتین کمربندی برگزار شد. در چمپیونات مذکور تیم منتخب کشور ما در هیئت 15 نفر در قطار ورزشکاران 30 دولت دنیا اشتراک نموده با دستاوردهای ارزنده به وطن برگشتند. چمپیونات جهان اوید به گشتین کمربندی در شهر قزان فدراسیای روسیه زیاده از 30 دولت دنیا برگزار گردید. دسته تاجیکستان بسیار هم مهارت عالی نشان داد و در 30 دولت دنیا جای سوم را اشغال نمود. آینده نقشه داریم که اوید به نمودهای ملی مثلا گشتنی ملی، جودو، سامبو اشتراک نموده پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند برداریم. ورزشکاری پرتجربه کشور ما دستپروری مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 1 نوحه باباجان غفوروف محمد رسول خلیلوف در چمپیونات مذکور مهارت بلند نشان داده صاحب جای یکم و مدال طلا گردید و پرچم کشور عزیزمان را بالا برداشت. در شهر قزان فدراسیای روسیه چمپیونات جهان بین کلان سالان برگزار گردید. من در اونجا اشتراک کرده در وزن 90 کیلوگرم مدال طلا را گرفته پرچم تاجیکستان را بالا برداشتم. من 5 حریف خود را مغلوب کرده مدال طلا گرفتم. مناداری خود را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که برای ما جوانان چنین شرایط‌ها را مهیا کردند. ورزشکاران کشور ما همچنین از چمپیونات مذکور با 2 مدال نقره و 11 مدال برنجی به وطن برگشتند. مورد با ذکر است که همه این دستاورد ورزشکاران کشور ما نتیجه توجه حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ساحه ورزش میباشد. در شهر قزان فدراسیای روسیه چمپیونات جهان برگزار گردید که من مدال برنج را به دست آوردم. کوشش میکنم که در آینده مدال طلا را به دست بیاورم. هنگام بازگشت این ورزشکاران را در جماعت افت قلچه نوحه باباجان غفوروف نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه باباجان غفوروف مسئولین ساحه ورزش والدان و مربیان ورزشکاران گرم و صمیمی استقبال نمودند. قید کرده شد که سال از سال با توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان ورزش در کشور ما رشد و رواج یافته ورزشکاران تاجیکستان با دستاوردهای ارزنده مشرف گردیده ایستادند. همه این نتیجه توجه و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت رشد و عمومیت ورزش میباشد. بنیاد انشاءات‌های زمانوی ورزشی و در سطح بلند به راه ماندن مشق و تمرین‌ها امکانیت فراهم می‌آورد که ساکنان بیشتر به ورزش مشغول گردند و در چمپیونات و مسابقه‌های با نفوذ جهانی و دستاوردهای ارزنده نائل شوند.